سلام رفقا، خوش اومدید به یک بررسی دیگه. امروز قراره یک ستاپ فوق‌العاده سریع رو با هم تست کنیم. SSD سامسونگ 990 پرو داخل انکلوژر OWC Express 1M2 نسل دوم که از USB 4 نسخه 2 با سرعت 80 گیگابیت پشتیبانی میکنه. اگه دنبال یک درایو اکسترنال واقعاً پرسرعت هستید برای تدوین، پروژه‌های سنگین یا کارهای حرفه‌ای، این ویدیو دقیقاً برای شماست. اول از همه بریم سراغ یک آنباکسینگ خیلی کوتاه از خود SSD. SSD مون از نوع NVMe M.2 هست و با رابط پرسرعت PCIe 4. ظرفیت ذخیره سازی 2 ترابایتی هم داره. سرعت رید یا همون خواندن میتونه به 7450 مگابایت بر ثانیه برسه. ببینید این پشت SSD هست و این هم جلوی SSD. این هم 990 پرو، یکی از سریع‌ترین SSD های NVMe بازار. ظاهرش ساده است اما قدرتش فوق‌العاده. خب حالا که SSD رو دیدیم بریم سراغ انکلوژری که قراره این رو تبدیل به یک درایو اکسترنال قدرتمند برای مک کنه. خب پس بریم سراغ آنباکس انکلوژر OWC. اینم بسته‌ای که تازه از پست رسیده. و این هم خود جعبه اصلی محصول. همونطور که دارید میبینید طراحی جعبه خیلی ساده و تمیزه. اینجا پشت جعبه است و این هم جلوش که مشخصات اصلی محصول روش نوشته شده. خب وقتشه که بریم سراغ اصل ماجرا. داخل جعبه چند تا چیز داریم که یکی یکی نگاهشون میکنیم. اول از همه خود انکلوژر که فعلا میذارمش روی کنار. یک پیچ گوشتی کوچیک برای باز کردن بدنه. کابل USB برای اتصال که از تاندربولت 5 یا از USB 4 ورژن 2 پشتیبانی میکنه. و این پدهای باریک ضد لغزش که روی پیچ ها قرار میگیره تا انکلوژر روی میز تکون نخوره. جعبه رو میذارم کنار. انکلوژر رو از نایلون در میارم. و این هم OWC Express 1M2، البته نسل دوم. ظاهرش خیلی مینیمال و خیلی خوش ساخته. این نسخه جدید از USB 4 ورژن 2 پشتیبانی میکنه و تا 80 گیگابیت بر ثانیه سرعت داره، برخلاف نسل اول که فقط 40 گیگابیت رو ساپورت میکرد. پس اگر SSD سریعی مثل 990 پرو رو دارید، این انکلوژر میتونه نهایت کارایی رو ازش بگیره. خب حالا وقتشه که SSD رو داخلش نصب کنیم. اول پیچ‌های پشت رو باز میکنم. در پوش رو به آرامی بر می دارم. اینجا محل قرارگیری SSD هست. این پیچ کوچیک هم نگهدارنده SSD که باید بازش کنیم.
پس پیچ رو باز میکنم. این SSD، این قسمتش رو ببینید. اینجا پایین SSD یک شیار داره. این شیار باید بیفته دقیقاً توی این قسمت. پس SSD رو میذارم اینجا و کمی فشار میدم تا این صدای تق رو بشنوم که این نشون دهنده جا افتادن SSD سر جاش هست. و بعد پیچ نگهدارنده رو هم سر جاش میبندم تا SSD فیکس بشه. همونطور که دیدید نصبش خیلی ساده است و وقت زیادی رو هم نمیگیره. و اما برای جا زدن به همین صورت کنار هم قرار میدیم و کافیه که درپوش رو بیاریم روی بدنه اصلی. درپوش سر جاش قرار گرفت و برای فیکس شدن کافیه که کمی درپوش رو به سمت عقب فشار بدیم تا دقیقاً بیفته سر جاش. و حالا باید پیچ ها رو ببندیم. خب کمی انکلوژر رو کج میگیرم تا دوربین تصویر رو بهتر بگیره و پیچ ها رو سفت میکنم. و در نهایت این پد باریک رو روی پیچ ها قرار میدم تا هم ظاهرش مرتب تر بشه و هم روی میز لیز نخوره. و این هم از آن باکس و اسمبل کامل OWC Express 1M2 ورژن دوم. حالا که SSDمون آماده است وصلش میکنیم به مک مینی. از اونجایی که هنوز SSD فرمت نشده، به محض اتصال به مک مینی یا مکبوک این پیام برامون ظاهر میشه. اینجا باید روی گزینه سوم یعنی Initialize کلیک کنیم. پس روی Initialize کلیک میکنم. دیسک یوتیلیتی مک باز میشه و میتونیم اینجا SSD جدیدمون رو فرمت کنیم. روی SSD یعنی سامسونگ 990 پرو کلیک میکنم. میبینیم که انتخاب شد. الان روش کلیک راست میکنم و گزینه آخری یعنی Erase رو انتخاب میکنم. با کلیک روی Erase پنجره مربوط به فرمت باز میشه. در قسمت Name یکی اسمی رو برای SSD انتخاب میکنیم. مثلا من اسمش رو اینجا OWC 990 پرو قرار میدم. در قسمت فرمت همونطور که میبینید فرمت های مختلفی وجود داره. از اونجایی که میخوام SSD رو فقط روی مک استفاده کنم و هدف اصلیم هم نصب نرم افزارها و ذخیره ویدیوهای رندر هست، بهترین گزینه فرمت APFS هست. فقط حواستون باشه که فرمت APFS مخصوص سیستم عامل مک هست و با ویندوز اصلاً سازگار نیست، یعنی توی ویندوز بالا نمیاد. و اگه میخواید که SSD رو بین مک و ویندوز جابجا کنید، یعنی هم رو مک بیاد بالا و هم روی ویندوز، حتما با exFAT فرمت کنید. اگه امنیت اطلاعات براتون مهمه، گزینه دوم یعنی APFS Encrypted رو انتخاب کنید. خب من گزینه اول یعنی APFS رو انتخاب میکنم. و در قسمت اسکیم اینجا 3 تا گزینه هست و از بین اینها گزینه مناسب برای ما همین اولی یعنی GUID Partition Map هست. چرا این گزینه مناسبه؟ چون استاندارد رسمی مک برای SSD
و فایل سیستم APFS هست و بهترین عملکرد رو برای SSD های NVMe مثل 990 پروی سامسونگ رو همراه داره. پس همین گزینه اول رو یعنی GUID Partition Map رو انتخاب میکنم و برای اینکه SSD فرمت بشه روی دکمه Erase در اینجا کلیک میکنیم. همونطور که دارید میبینید SSD داره فرمت میشه. خب عملیات فرمت به پایان رسید و روی دکمه Done کلیک میکنیم. همونطور که میبینید درایو جدیدمون یعنی OWC 990 Pro به دسکتاپ اضافه شد. برای تست سرعت SSD از برنامه Blackmagic Disk Speed Test استفاده میکنیم. برنامه رو میتونید از اپ استور دانلود کنید. کافیه که در کادر سرچ Blackmagic Disk رو بنویسید و بعد اینتر رو بزنید. این برنامه Blackmagic Disk Speed Test هست. دفعه اولی که میخوای برنامه رو نصب کنی اینجا به جای open get نوشته شده و با زدن روی get برنامه رو میتونید نصبش کنید. خب من میبندم اینو. خب برنامه رو من باز میکنم. اینجا روی این چرخنده کوچیک کلیک میکنم و select target drive رو یعنی همین گزینه اول رو روش کلیک میکنم. از قسمت سمت چپ یعنی اینجا SSD یعنی OWC 990 Pro رو انتخاب میکنم و بعد از اینجا دکمه Open رو روش کلیک میکنم. برای اجرای تست کافی که روی Start اینجا کلیک کنیم. پس Start رو میزنیم. همونطور که میبینید در تست رایت یا همون نوشتن به سرعت 6342 مگابایت بر ثانیه رسیده و در تست رید یا همون خواندن به سرعت 5870 مگابایت بر ثانیه و این یعنی عالی. برای مقایسه سرعت این تست رو با هارد اکسترنال T7 شیلد و SSD خود مک مینی هم انجام دادم. سمت چپی مربوط به T7 و سمت راستی مربوط به SSD خود مک مینی هست. در T7 سرعت خواندن در بهترین حالت به 690 مگابایت بر ثانیه رسید و در نوشتن به 915 مگابایت بر ثانیه و در SSD خود مک مینی در بهترین حالت به سرعت 4077 مگابایت بر ثانیه در رایت یعنی نوشتن و به سرعت 5200 مگابایت بر ثانیه در رید یعنی خواندن رسید و میبینیم که سرعت 990 پرو وقتی که در محفظه SSD OWC قرار داره به راحتی به سرعت بالای 6000 در تست نوشتن یعنی رایت و در تست خواندن یعنی رید به راحتی به نزدیک 6000 یا اینجا همونطور که میبینید 5800 مگابایت بر ثانیه میرسه. یعنی سرعت با این محفظه یا با این انکلوژر بیشتر از SSD خود مک مینی M4 Pro هست. اگر انکلوژر OWC نسل 1 رو بخوایم با نسل 2 مقایسه کنیم، در نسل 1 از اونجایی که USB 4 نسل 1 هست سرعت رایت تقریبا میتونه به 3150 برسه و سرعت رید تقریبا به 3300-3350 و در نسل 2 که USB 4 نسل دوم داره که تو این ویدیو با هم دیگه بررسیش کردیم
در رایت تقریبا به 6200 6300 رسید و در رید تقریبا به 5700 5800 به راحتی رسید. یعنی تقریبا به یک سرعت 2 برابری نسبت به نسل اول. البته باید به این نکته اشاره کنم که برای رسیدن به نتیجه مناسبتر و واقعی‌تر باید تست رو حداقل یه چند دقیقه انجام داد. مثلا 5 دقیقه یا حتی بیشتر. توی نتیجه تستایی که اینجا انجام دادم میبینید که گاهن سرعت رایت از سرعت رید بیشتر بوده. مثلا توی این تست اینجا سرعت رایتمون نسبت به سرعت رید بیشتره و یا توی این تست که مربوط به SSD 990 پرو هست تست رایتمون نسبت به تست ریدمون بیشتره. ولی توی این یکی که مربوط به SSD خود مک مینی هست تست رایت نسبت به تست رید کمتره. این به خاطر اینه که تست رو در مدت زمان خیلی کوتاهی انجام دادم، نه 5 دقیقه یا حتی بیشتر. در حالت نرمال اکثر اوقات سرعت رید باید از سرعت رایت مقداری بیشتر باشه. و اما برای تست دوم اول درایو OWC 990 پرو رو باز میکنم. اینجا یک پوشه دارم که این پوشه تقریبا 507 گیگابایت حجم داره که همونطور که میبینید داخل خود SSD 990 پرومون قرار گرفته و میخوام این پوشه رو دقیقا همینجا کپی کنم تا ببینم که در چه مدت زمانی میتونه این کپی رو انجام بده. خب روی پوشه دیسک 1 کلیک راست میکنم و get info رو میزنم. میبینید که اینجا حجم پوشه رو زده که 507 گیگابایت هست. get info رو میبندم و حالا روی دیسک 1 کلیک راست و کپی رو میزنم و در فضای خالی کلیک راست و پیست آیتم رو کلیک میکنم. نتیجه واقعاً فوق‌العاده است. این حجم فایل فقط در حدود 21 ثانیه منتقل شد، در حالی که روی T7 شیلد همین کار بیش از 20 دقیقه طول میکشه. این اختلاف سرعت دقیقاً نشون میده که این ستاپ چه جهش بزرگی در عملکرد ایجاد خواهد کرد. خب نتیجه کاملا مشخصه. این ستاپ سرعت خیلی خوبی ارائه میده و برای کارهای سنگین، تدوین، پروژه های حجیم یا حتی استفاده روزمره کاملا قابل اعتماده. اما یک نکته مهم، لازم نیست که حتما همین ترکیب گران قیمت رو بخرید. اگر مک مینی نسخه پایه رو دارید یا مکبوک پروی نسخه پایه، بهترین انتخاب برای شما نسل اول OWC Express 1M2 هست که حدوداً 150 یورو قیمت داره و تا 40 گیگابیت سرعت ارائه میده که تقریباً سقف سرعت مک مینی پایه هست. همچنین میتونید از SSD های اقتصادی تر استفاده کنید و باز هم عملکرد خیلی خوبی رو بگیرید. اما اگه مثل من مک مینی M4 پرو دارید و میخواهید نهایت سرعت USB 4 نسخه 2 رو تجربه کنید، نسل دوم با قیمت تقریباً 280 یورو در حال حاضر انتخاب منطقی تری هست. البته مقدار آینده نگر هم هست. در هر صورت این روش یکی از مقرون به صرفه ترین راه هاست برای اضافه کردن یک حافظه پرسرعت و قابل ارتقا به مک بدون اینکه مجبور بشید مدل های گرانتر رو بخرید. مرسی که تا آخر همراه بودید. اگه این ویدیو براتون مفید بود لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه.
تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.